اقتصادی. سلام برای بکس یوتیوب. امروز یه ویدیو داریم براتون با آرمین از ایتالیا. تو 2 سال موف کرده، 5 تا خونه خریده، یه لمبو، یه رویز رویز. میخواد بگه چطوری کرده و رفته خود تو کار مافیا. قرار نبود از اول همه چیو بگی دیگه. یه بذار آروم آروم بگیم که بچه‌ها تضریق نشه یهویی. آقا منم سلام میکنم به همه سابسکرایبرهای عزیز دوست داشتنی مثل خودت و خیلی خوشحالم که داریم با هم دیگه گپ میزنیم. خب آقا حالا راجع به ایتالیا با هم بگو. من همونجوری که اول بهت گفتم، من همیشه راجع به ایتالیا خیلی تو فیلم‌ها خیلی خوب می‌بینی و همه دارن رو قایق میرن و یکی رو پل بهشون گل میندازه و از این حرفا. بعد نمیدونم همه دارن پیتزا میزنن و همه چی خوبه و اینا، خوش ولی میگذره. هر کی که رفته اونجا فوش خانواده مادر میده، میگه نه هواش گرم، شرجی، پر پشه است، دزدن، بیادبن، تیکه میندازن جلوی دوست، مثلا پسره با دختره 3 نفر یا به دخترش تیکه میندازن، دست دختره رو یهو میگیرن. چیزای زیادی شنیدم. خب یعنی هر کی که رفته بد گفته، اینجوری بگم. یعنی هر کی رفته گفته مثلا اوکی یه بار بری حال کنی، ولی مثلا نه باحال نی. و من اینو میخوام از تو که الان توریست یا کسی که زندگی میکنه؟ توریست. خب میخوام توریستیشو بگی، اونجا هم زندگی میکنه رو بگی. این دو طرفشو میخوام تو بهم بگی. تو این چند سالی که هستی چی فهمیدی؟ ببین توریسته که خب واقعا باید اون توریسته نظر بده، چون چیزی نیست که من دارم اینجا زندگی میکنم. ولی این چیزایی که میگی هست، یک سریاش مثلا آقا دزد اینجا هست، جیبور هست، بعد مخصوصا شهرهای توریستی خیلی زیادتره، مثلا روم، میلان، ونیز. یعنی به وضوح اینو میبینی. یه سری ویدیو هم وایرال میشد، یه خانومه میافتاد پشت سر دزدا داد میزد، پورتی پاتریجی پیک پاکت داد میزد، مثلا توریستا رو دزدا رو ویدیو میگرفت ازشون. تو اینستاگرام خیلی وایرال شده بود. آره هست. آره ولی اینجوری نیستش که مثلا میدونی مثلا نوع خفگیری اینجا یا نوع دزدی اینجا با ایران خیلی فرق داره. مثلا ایران دیدی کلیپایی که میاد بیرون، مثلا طرف نمیدونم، تو آمریکا هم همینطوره دقیقاً، مثلا با تفنگ میافتن، مثلا درگیر میشن یا با قمه میزنن. اینجا تو نمیفهمی طرف جیبت زده، خب میرسی خونه میفهمی جیبت زده. اینطوریه، یعنی خیلی حرفه‌ای ان بچه‌ها. از یه چیز بگم برای بچه‌ها که الان میخوام بدونن مثلا کانادا اینا چطوریه. تو طرف ما، یعنی طرف ونکوور خیلی سیفه. خب یعنی واقعا سیفه، غیر عادی سیفه. ولی توی تورنتو افتضاح شده در یه لولی که من هر دفعه میرم تورنتو یه ماشین خوب اجاره میکردم. این همه عکسش هم هست از روز اولی هم که من رفتم تورنتو، از همون بعد از بفهمانشان بود، یعنی از عکس اولش هست. همیشه من ماشین خوب اجاره میکردم. این دفعه که رفتم مثلا ماشین خوب نبود، حتی اجاره نمیدادن ماشین خوبو، چون ماشین خوب داشته باشی میدزدن. یعنی یه مسخره بازی شده تو باور کنیم. حالا این داستان میگم از کسی هم که دارم داستانشو تعریف میکنم، ازش اجازه گرفتم که بتونم این داستانو بگم. گفت خودش نمیاد جلوی دوربین حرفو بزنه، ولی به من اجازه داد بگم. به همین نمیتونم بگم کیه. یه رفیق دارم، آدم موفقیه، یه دونه بنز جی وگن داره، میره پمپ بنزین ساعت 5 بعد از ظهر بنزین بزنه. خب $10 که تو بنزین رفته تو، احساس میکنه یه تفنگ تو کمرش فشار داده میشه و بهش میگه که کلید تو بذار برو. بعد میخنده، فکر میکنه که مثلا جوکه یا تلویزیون این چیزا. بعد یارو بهش میگه که شوخی باید ندارم، کلید تو بذار برو. بعد میگه مثلا که دیدم جدیه. کلیدو در میاره میده به یارو. یارو میگه کیفولت هم بده. میگه هیچی تو کیفولم ندارم، فقط کارته، کیفولمو بیخیال شو. بعد میگه اینو که گفت یهو دیدم یه چیزی رفت تو، با شیشه دستش بوده، با شیشه میزنه تو پاش. میبینه پاش پاره میشه و کیفولو میده به یارو. یارو سوار ماشین میشه، گاز میده میره. بعد میگه با خونه 10 دقیقه فاصله داشتم، یه همینجوری چرخیدم و پیاده رفتم طرف خونه. میگه رفتم طرف خونه به زنم گفتم که، زنم گفت چرا این ریختی؟ ماشین رو زدم به جهنم. رفتم حموم. میگه تو حموم یهو افتادم زمین، فلج شدم. فلج چی میگه این وسط؟
بعد میگه زنگ میزنیم 911 میان میبینن. من باید اینجا نشون بدم دیگه. چاقو اینجا میخوره، اینجا پا چاقو بهش میزنن. بعد وقتی 911 میاد اینجای پاش شیشه بوده، این شیشه رو که میزنه تو پاش، شیشه تیکش میشکنه میاد بالا. بعد 911 میاد و پاشو به قوله برای پوستشو پاره میکنن از بالا، شیشه رو در میارن، بخیه میزنن و تموم. یه هفته بعد داشته راه میرفته، یهو میبینه شروع کنه پاش لرزیدن وحشیانه. دوباره بلند میشن میرن بیمارستان، میبینن یه تیکی دیگه شیشه هنوز مونده بوده، حالا تو رونشه. رونش هم پاره میکنن، اونو در میارن. بعد بنده خدا فوبیا گرفته دیگه، نمیتونه سوار ماشین شه، فقط تاکسی سوار میشه. آجی خیلی دارکه اصلا، یعنی اصلا پشمام ریخته بود. یکی از دلایلی که من مثلا نسبت به آمریکا دو دل این نمیدونم تو کانادا هم همچین چیزایی هست. منم نمیدونستم. مگه اصلا میشه اسلحه داشت؟ یعنی با جواز میشه داشت یا نه؟ آره نمیشه. من دارم، من همه چی دارم. میشه پس. ولی انقدر دارک نمیستم شده. خیلی مهاجر وارد کانادا شده، شاید همینم باشه. یعنی همونه 100% همونه. 100% یارو کانادایی که نبوده اون کسی که این کارو کرده، میدونی؟ گفت سیاه‌پوست بوده. بعد ما طرف ونکوور سیاه‌پوستمون خیلی پایینه. خوب زندگی می‌کنه ونکوور. خیلی عجیبه. من نمیگم خوبه یا بده، ولی عجیبه. سیاه‌پوست نداریم اینجا. هیچ کم نمیدونه چرا دلیل هست. همه چی داریم برای سیاه‌پوست. بگیم وارد کنن سیاه‌پوست اونجا. ببین خب مثلا همین دیگه، مثلا یه همچین چیزای اینجا اتفاق اگه نمیگم نمیافت، ولی خیلی کم پیش میاد. یعنی تو هر ساعتی از شب دلت میخواد تو ایتالیا برو قدم بزن، دختر اصلا پسر نه ها، دختر. و یه سری محله ها مثلا اینجا ما محله‌ای داریم مثلا تو روم یا حالا شهر دیگهش میگن ترمینال، که مثلا اتوبوس و فلان و اینا هستن. آقا تو اون منطقه تو کوچه پس کوچه‌اش باشی، اونجا هم پر سیاه‌پوسته یا حالا عربا هستن. نژاد پرستی هست، واقعیتیه دیگه. اگه بری تو اون منطقه احتمال داره که اذیتت بکنن، نه اینکه خفتت بکنن. احتمال داره مثلا تیکه‌ای بهت بندازن، مست باشن، داستانی باشه. ولی تو حالت نرمال بعد انقدر پلیس تو سطح شهر زیاده و سختگیریاشون هم خیلی سنگینه. یعنی تو انگشت دیکی بخوره داستان مثلا درست میکنن، ولت نمیکنن. شاید به خاطر اینه من اینجا ندیدم، مثلا درگیری ندیدم تو خیابون. ببین اینجا من تا حالا ندیدم، ولی بس سر رفیق فابریک هم اومده. بعد همین که نیستش، یه بارم میریزن تو خونش، دوباره همین رفیقمو. بنده خودش شانسی هم داره. یه بارم مسافرت بوده، میان یه ماشین دیگه‌شو میزنن دم خونش. بعد رفته به پلیس پول داده، $30,000 گفت دادم. اومدن تمام خونمو دوربین وصل کرده پلیس. بعد به پلیس هم مستقیم وصله، ماهی $1,000 هم ازش میگیرن. اگر دوربیناش موشن ببینه تو 6 دقیقه پلیس میاد. بعد میگه ماشینمو تو 4 دقیقه زدن رفتن. پلیسا بهش حمله میکنن فکر کنم با پلیسا اونا. یعنی میگه یه سیستمی دارم که اصلا آدمای معمولی نمیدونن وجود داره، که من پلیسو وصل کردم، پلیس اصلا من کار میکنه، وصل کردم بخونم. میگه هنوز میان میزنن میرن، من هنوز چیز ندارم. بعد خونه داره، خونه‌شو ول کرده، رفته دنبال آپارتمانه که میخواد تو آپارتمان زندگی کنه، چون که میگه من نمیتونم توی خونه زندگی کنم دیگه. آره امنیت خونه کمتره دیگه، اونطوری تک و تنهایی. و من به این فکرم که پاشیم بریم آپارتمان بزنیم، چون خیالشون راحته. بعد تو آپارتمان خیلی راحته، اونا میرن دنبالش. ما توی آپارتمان که من بودم من تو آپارتمان که بودم یه بار اومدن زدم، بعد کاری که کردن یه اره گرفته بود، توی وسط در رو با اره میبریدن یه دایره، بعد دستشون میکنن در رو باز میکنن میمونن تو خونه رو خالی میکردن. شیک کن راحت، یه دریل برد تو حمام خونه. چرا اینقدر دزدی زیاده اونجا؟ مثلا این داستان اینقدر زیاده. ببین کلا جایی که چیزه، کشوری که مثلا پولدار میشن، اون جمعیت هوملسش از این کارا میکنن دیگه. بعد یه ویدیو بود باش حرف میزد، میگم ما فقط واسه مواد این کارا میکنیم. هیچ آدمی دزدی نمیکنه که مثلا زندگیشو به چرخونه بچهش گشنه است. تمامشون موادی ان. هروئین میخواد یارو، حالا هر چی که هستش من نمیدونم، میخواد، داره از نسخی جر میخوره، میره دنبال دزدی. و جالبی چیزی که بود، میگم مثلا
یه ماشین رو زده بود، داشت باش مصاحبه میکرد، یه ماسکش رو صورتش واسش مصاحبه میکرد دزده. میگفت مثلا الان امروز چی زدی؟ میگفت امروز یه ماشین زدم، بعد در آوردش مثلا یه عینک گوچی بود، نمیدونم یه کیفول گوچی بود مثلا، میگم مثلا جمعش می‌کردی مثلا $3000 قیمت داشت. بعد گفت خب اینو الان چیکار می‌کنی؟ گفت اینو میرم به غضنفر میفروشم، بعد با پولش هم مواد می‌خرم. بعد میگم اینو چند می‌خری ازت؟ میگم بین $50 تا $70 بعد بهم پول بده. بعد گفتم آقا حرامزاده میای عینک $1000 منو میبری واسه $50، بهم بگو این 50 میدم عینک ما رو بیخیال شو. بیا خودم بهت حساب کنم، با خودم 200 برمی‌دارم ازت، برش گردم به خودم. من اونجا خیلی چیز شدم، گفتم چه خوب میشه کانکشن اینا باشی، گفتم چه بیزنس خوبی اینا که دارن میزنن. آره بیزنس خوبیه، اونا رو بذار تو ایبی. سوهیل انقدر همه چی آرومه و مردم اینجا همه چی به هیچ جاشون نیست که اصلا نمیتونی بفهمی. یعنی من از ایران که اومدم 2.5 سال پیش، آجی پر استرس، پر دلشوره، باید سری زندگیمو جمع کنم، بدوم، اینجا کار میکردم اونجا کار میکردم، رو اینستاگرام پست میذاشتم، یوتیوب محتوا تولید کنم فلان بیسان. و مثلا همکارای ایتالیایی منو میدیدن، مثلا در این مغازه کرم فروشی اینجا کار میکردم اوایل که اومده بودم، و منو میدیدن میگفتن تو چرا انقدر زحمت میکشی؟ من زندگیمو میخوام بسازم، ماشین خوب بخرم، خونه فلان. اصلا درکت نمیکنی، اسکل مسکلی، چرا انقدر جون میکردی؟ بچه تفریح نمیکنی؟ مثلا میگم نه تفریح میذارم واسه بعد کیه؟ الان باید تفریح کنی. نه حالا وقت از وقت نیست. مثلا تابستون نیستن توی ایتالیا، یه چیز داریم، یه اصطلاحی به نام فریه. خب آگوست اینا یهو میرن، یعنی مثلا مغازه میبنده میره، 2 هفته تعطیل. مثلا پست، کارمندای پست یهو میرن، مثلا پستی که تا قبلش مثلا 6 نفر اونجا باجه کار میکردن، تو آگوست بری 1 نفر اونجا، اونم کار نمیکنه، حوصله نداره. و مثلا بهش میگه آقا مثلا بقیه کو، میگه بقیه رفتن سفر. یهو همه میرن، مثلا میرن جنوب ایتالیا، عشق و حال. اینجوریه لایف استایلشون، خیلی عجیبه. کلا ایتالیا انگار کل دنیا جداست، مردم آروم، بعد حقوقا کمه ولی باز راضی‌ان. یعنی مثلا حقوق شما ایتالیا رو با آلمان و هلند و اینا مقایسه می‌کنی، یا مثلا نصف تقریبا وزارت کاریش، ولی اونا دارن پاره میشن، میدونن میزنن سر و کله خودشون فلان، اقتصاد برتر فلان، مردم قاطی خوش. دیدی چجوریه مثلا مردم آلمان همه جا، مردم ایتالیا بهش میگه مثلا حقوقش میگه مثلا 1500 تا میگیرم، 1800 تا میگیرم، میگی راضی، میگه نه کی کاتزو مثلا با دفاع که خودمون و ناراضی، مثلا میگه نه اصلا خوب نیست و اینا. بعد میگه که خب امشب چیکاری؟ امشب بریم بیرون عشق. مثلا اینطوری که وقت ناراضی میگه نه دیگه همین بریم حال کنیم باز. یعنی انگار زندگی کردن رو بلدن، میدونی، با همون چیزه که کمه میدونن چجوری حال کنن با زندگی. بعد دیگه مثلا اون 2 سال که من 2.5 سال که اینجا بودم، اول مثلا اینجوری بالا استرس بالا، ولی هر چقدر بیشتر میگذره هی دارم مثلا مثل خودشون ریلکس کارا رو انجام میدم و هنوزم همونجوری پرتوان پرتلاش، ولی سطح استرس میاد پایین تو ایتالیا خود به خود. نمیدونم داستانش چیه، نمیدونم چرا مردم اینجوری ان اینجا، خیلی عجیبه. من تا حالا ایتالیا نبودم، بچه که بودم فکر می‌کنم 10 سالم بود، قرار بود بیایم ایتالیا واسه 2 ماه، بلیطو گرفته بودیم و آماده و منم خوشحال. اولین بار داشتم از ایران میرفتم بیرون، خیلی هیجان داشتم. بعد 4 روز مونده بود به اینکه بریم، مثلا دوشنبه بود، ما بعد جمعه میرفتیم، بابام نیومد خونه. بعد زنگ زدن از بیمارستان که بابا چشش پاره شده. بابام یه جا در پریده بود تو، یه شیشه بوده نیده، شیشه می چشش کامل پاره میکنه. بعد دیگه به جای اینکه بریم ایتالیا 1.5 ماه میرفتیم بیمارستان و کنسل شد کلا. آره بیمارستان کنسل شد کامل. خیلی بچین بیا، ها بچین بیا، دلم خیلی دارم میخواد بیام ایتالیا رو ببینم. آره خیلی دارم میخواد، چون ایتالیا اصلا همه چی گزینه‌هاشونه. همینو میگم، یعنی ایتالیا کشور منداتوریه، ولی من انقدر میکس شنیدم ازش، هر کی میره غور میزنه، یا گرمه یا سرده یا فلانه. مثلا میگم خب کی باید بیا، کی هواش هست واسه 1 ماه نرمال باشه که بیا حال کنی، لعنت سرویس نشه.
بهترین تایم ایتالیا حالا مثلا تاریخ فارسی بخوام بگم مثلا میشه اردیبهشت فروردین. من مامان آوردم 1 ماه و نیم اینجا بود، عالی. ببین الان دیگه رفت تو گرما، یعنی جولای شروع میشه تا آخر آگوست اصلا خود مردم مثلا روم، من رومم دیگه، میزنن بیرون، یعنی تو روم نمیمونن، همه میرن جنوب لب ساحل و لب دریا و اینا، یعنی خود مردم ایتالیا از هر شهری که باشن فرار میکنن، انقدر گرمه. ولی عالیه، مثلا اپریل عالیه، مارچ عالیه، حرف نداره هواش، قشنگ اون وسطات خیلی خوبه. خب اصلا ستاد میکنم برای اپریل سال دیگه با النا بیام، بچه‌ها رو میندازم گردن آره مامان بابا اگه قبول کنن و باشن. آره خیلی، نه خیلی حال میده. من واسه زندگی هم اینجا رو دوست دارم. حالا دقیقاً این قوری که میگی فقط واسه یه چیز نیست، فقط واسه یه مثلا حالا توریستایی که اومدن. بعد نمیدونم خب مثلا اون آدمه با چه دیدی سفر میکنه، مثلا تو داری وارد یک کشور، به نظرم یکی از تاپ تریای توریستی دنیای دیگه ایتالیا، این کشوری که همه دوست دارن برن، هم نمیشه تاپ 5 قشنگ. و خب کشوری که توریستی شلوغ، کثیف بودنش بیشتره، نمیدونم دوز توش بیشتره طبیعتا، همینه دیگه. مگه میشه مثلا غیر از این باشه؟ کشوری که توریستی نیست، کسی بهش وارد نمیشه، مردم نمیرن توش، با همه چیزش آرومه دیگه، همه چیزش نرماله. کامنت هم راجبش خیلی کمه. آره من فکر می‌کنم راجب توریستای دنیا نفر اول که فرانسه است، دوست و اینا رو نمیدونم چی باید باشه، ولی فکر می‌کنم ایتالیا باید باشه، آمریکا باید باشه، جایی که مثلا هر کی آمریکا که آرزوشه اصلا بره. توریستی نیست اونطوری. نه چرا؟ اون منظورم، نه منظورم اینه که راه بدن همه رو، یعنی ویزا اروپا خیلی با ویزا آمریکا فرق داره. نه همونو میگم، ولی میگم اگه مثلا آپشن کسی داشته باشه هر کیو ببینی آرزوشه، اگه آمریکا نیاد باشه آرزوشه یه بار به آمریکا رو ببینی. آره بعد آمریکا رو که آره از نمیتونی اون تو نظر 2 آره. سال هم نمیتونی به آمریکا رو ببینی، چون آمریکا انقدر گنده است، انقدر چیز میذاره. ببین آدمای آمریکا کلا گاو نمیفهمن راجع به دنیا. دلیلش نیست که گاون، انقدر هپنینگ تو آمریکا یارو اصلا لازم نیست خارج از آمریکا رو فکر کنه، چون در واقع آمریکا یه کشور نیستش، آمریکا یه قاره است با 50 تا کشور، ولی به یه حالتی این شده یه کشور. یعنی مثلا آره هنوز آلمان خود و آمریکا رو بخوای بگردی، آره مثلا تو دقیقاً. آمریکا آلمان داره، ایتالیا داره، فرانسه داره، میدونی همشو داره، ولی ولی خب همش یه شکل نیست، یعنی همش یه مود به یه وایب یکسان بد نمیده. اصلا زمین تا آسمون فرق داره. یعنی مثلا از یه شهر می به شهر دیگه مثل اینه که از فرانسه بری آلمان، اینقدر متفاوتن با اینقدر هم دیگه متفاوته همه چیز. مثلا یه شهر ایالت‌ها. میری یارو با مستعصد داره تو خیابون راه میره، با مستعصدی که 60 تا گوله میزنه تو ثانیه ها داره راه میره. وسط جی پی ای قشنگ. آره انداخته لولش یه دونه بنده داره پشتش راه میره. بعد کجا داره راه میره؟ جلوی داره پلیس میره و برمیگرده، فقط واسه اینکه دوست داره به جلوی داره پلیس راه بره، چون میتونم. میگه تو صحنه ببینی میگرخی دیگه. بعد یه ایالت دیگه میری همه کلت بدنشون وصله، همه تفنگ، همه دارن راه میرن، همه تفنگ هم دست پاشون آویزونه، انگار مثلا کبوی دنیاست. بعد میری ایالت دیگه اگه چاقو تو جیبت باشه میری زندان. خیلی عجیبه. این چاقو جیبی از این قرمزا، نه چاقو میشه سلاح، میری زندان. بعد میشی تو ماشین 8 ساعت رانندگی میکنی با مسلسل میری بیرون، همه اوکی ان. بعد پلیس میاد میگه اسمت چیه؟ میگی نمیگم. یعنی حتی اینجا نیستش که خب ببینم تو اجازه مسلسل رو داری، فقط اگه اینجا به دنیا اومدی داری. بعد مثلا نگاه میکنم میگه او آره مال مشهدی پس قبول، تو مسلسل نه هیچ. میگه اسمت چیه؟ میگی نمیگم بهت. هیچ اجازه هم نداری از مردم بپرسی که کیه، که هر کی میخواد میتونه تفنگ بگیره. میگم چی میگم. بعد این یکی ایالت چاقو خیلی عجیبه، یعنی بالا پایینش بالاست. یه کشورش میری یه شهرش میری حزب اللهی، حالا دین خودشون مذهبی تا ده، یه دونه شهرش میری همه بی دین بی فلان، یه شهرش میری همه به واکسن باور دارن، یه شهر میری به انقدر جمعیتشون فرق داره باور نمی‌کنی. بیشتر بهت حس ناامنی میده یا حس امنیت وقتی همچین چیزایی رو میبینی، مثلا طرف با اسلحه داره تو خیابون راه میره؟ ناامنی، برای اینکه یه اکشن یارو میتونه زندگی تو رو یا بچه‌تو تمام کنه. اصلا میتونه به تو ربط نشه باشه، ماشین قرمز با سیاه دعواشه، اون تیر بزنه اشتباهی تیرش بیاد بخوره بچه تو. بخوره به تو. دقیقاً.
خب چرا باید مثلا انتخاب خیلی آدما باشه؟ فقط به خاطر پول در آوردن انتخاب میکنن؟ آره دیگه، چون کلا تو نامبر وان باشی همیشه میبری تو دنیا دیگه. اینا آمریکا نامبر وانه. آمریکا کشور شماره 1 دنیاست از همه لحاظ، تکنولوژی، پولی، قدرت. واسه همین هر کسی دوست داره بیاد اینو یه بار ببینه. حالا دیگه بتون تو زندگی کنم میاد. بعد میگم اگه بری کالیفرنیا زندگی بکنی خیلی امنه از این نظرها، تفنگ و اینا. ولی خب ریسکش دوزی میارزه اونجا باید. نه، مثلا من خونه رفیقم میرم میمونم یکی دو هفته، بعد از در که میام تو میگه در قفل کن، در قفل کن. بعد میگم دود من تو خونم، تو خونه ای، زن من تو خونه است، زن تو خونه است، از چی میترسی؟ 4 نفریم دود. نه یهو میاد. بعد ازش میپرسم چیزی شده قبلا؟ میگه آره اومدم خونه همون موقع یارو اومد، اونم با سیاه‌پوست، یه در باز کرد اومد تو. بعد گفتم چرا اومدی اینجا؟ میگفت بیرون گرمه. گفتم برو بیرون. مثلا گفت اوکی رفته بیرون. حالا میتونید مثلا بگین اوکی نه تفنگو در بیاره که بخواب، زنش هم ترتیبشو بده، خونه رو هم خالی کنه بره. بعد در همین اینم دیگه فوبیا گرفته بود دیگه. در بود در ببند. من در خونمو مسافرت میرم نمیبندم، در ماشینمو مسافرت میرم، من مازاراتی و مسافرت میرم نمیبندم. مثلا میرم 10 روز نیستم در ماشین بازه. حاجی خدا شکر اینجا از این خبرا نیست اصلا، یعنی خیلی امنیت برقراره. یعنی وقتی اینجوری نگاه میکنی ونکوور خیلی سیفه، ولی جاهایی که من دور برامون میرم کالیفرنیا، تورنتو، همهشون در به داغونن. و چیزی که به من داره فکر میکنم نشون میده اینه که تا چند سال دیگه اینجا از بین میره این سیفتی. چون از همه طرف مهاجرایی که دارن وارد آره دیگه بالاخره میرسه دیگه، بالاخره میان تو. آره تا یه حدی این حسو میده. کوچیک بودنش و کار نداشتنش و گرون بودنش جلوگیری میکنه از ورود اینا رو. بالاخره میریزن تو. بالاخره تو خودش انقدر داغون تولید میکنه که همین خودیای داغونش خرابش میکنن. بعد میگم دیگه اینجا واسه اروپا هم همین عشقه. اتفاق داره میفته. اروپا هم همین اتفاق یعنی داشت میفته. حالا انقدر زیاد شده بود این ورود سیاها، چون از جنوب ایتالیا میان از سمت کاپری اونورا با قایق میان وارد میشن. بعد دیگه الان دقت کرده باشی تمام حزبای افراطی و راستگرا و اینا دارن میان بالا تو کل اروپا، آلمان و ایتالیا و اومدن که جمع کنن این داستان مهاجرا و پناهنده ها. و حالا پرنده مفیدم داریم، مهاجر مفیدم داریم، آدمی که میره سر کار، ولی اکثرا وقتی میان حالت چتر رو دولت برمیدارن دیگه، میدونی. بعد همون دیده تو رو بد میکنه به اون کشوره. یعنی مثلا تو با خانومت میشی میای مثلا یه سفر، چه میدونم یه شب داری برمیگردی هتلت، ممکنه که یکی بیاد بپیچه بهت. بعد دیگه تو به این نگاه نمی‌کنی آقا کل کشور خوب بود، سفر من خوش گذشت، همه چیز خوب بود، چون انرژی منفی خیلی وایبش قوی تره دیگه. تو اون یه دونه خاطر تلخه تو ذهنت میمونه. مثلا میگن آقا مثلا شما تو بچگی ممکنه 10 تا تولد رفته باشی، جشن تولد رفته باشی، ولی یه ساختمونی که داشته آتیش میگرفته رو ببینی، اون ساختمونه همیشه وقتی بزرگ میشن تو ذهنت هست اون خونه ها آتیش گرفت. ولی شاید جشن تولد رو یادت بره اصلا که یه دوستی اصلا داشته مثلا جشن تولدش رفتی، میدونی. برای همین این داستانا هست دیگه اینجا، اینجا هم هست ولی خب خیلی کمتر، یعنی جرأت درگیری ندارن و اصلا اسلحه و اینا که تعطیل کردن. اصلا من ندیدم تو این 2 سال واقعا ندیدم. یعنی از لحاظ امنیت من خیلی خیالم راحته. اونجا اجاره اینا چقدر؟ اجاره خونه تو چقدره؟ ببین خونه گرونه، خب خونه گرونه و مخصوصا واسه بچه‌ای که دانشجویان اول میان خیلی سخت‌تره. یعنی مثلا شما باید یه اتاق بگیری یا یه تخت بگیری. یعنی من روم، حالا شهرهای بزرگ مثل روم، میلان، بولونیا، فلورانس، اینا شهرهای بزرگ و گرون و توریستیه، اینا 2 برابره. مثلا اون اوایل که من اومده بودم من یه تخت فقط تونستم بگیرم 300 یورو. بعد مثلا حالا یه ذره کار کنیم، مثلا یه تخت توی اتاقی که 2 تا تخت بود، یعنی با دوستم اومده بودیم یه تخت گرفته بود، 2 تا تخت گرفته بودیم، یه اتاق 600 یورو واسه افتاده بود. حالا خونه شیر بود دیگه. و بعد دیگه من یه ذره که گذشت و کار کردم و اینا بودم اوکی تخته رو عوضش کنیم بریم تو اتاق، یعنی یه اتاق گرفتم دیگه مثلا رو 500 تا. ولی الان مثلا خب یه خونه 2 خوابه توی محله معمولی 1000 تا میفته با قبض و اینا. ولی بالاتر هم داریم دیگه، حالا خونه رو هی بخوای با کلاس کنی، محلت رو ببری، مثلا محله چه الان تنها زندگی می‌کنی یا کسی هست؟ آره نه دیگه تنها دیگه، واسه خودم گرفتم خب خونه. یه اتاق اجاره نداری 600؟
آجی مغزم نمیکشه، دوستم مال خودم باشه. آها دیگه چون چیز شد الان فهمیدم. آره دیگه 2 سال گذشته دیگه گرفتم، اصلا خونه گرفتم که دیگه راحت شم، یعنی اون پرایوسی برگرده بهم، میدونی. مثلا خونه های قبلی مثلا با همخونه ایتالیایی و اون یکی عرب بود و یکی آشپزی میکرد نصف شب، یکی دوش میگرفت، این ور صدای سکس اون یکی میومد، اصلا یه وضعیت چیزی بود. یه گرفتم که خلاص الان یه اتاق استراحته، یه اتاق کاره، روزم اون برم شبم میام استراحتم میکنم راحتم دیگه، خلاص شدم دیگه. اونجا چقدر الان مثلا یه اتاق یه خونه 2 خوابه بخوای توی محل معمولی بگیری تو کانادا؟ اینجا فکر کنم 1500 شروع بشه یه خوابه تا دیگه 6-7 هزار دلار. 6-7 هزار دلار؟ اصلا نداریم 6-7 هزار دلاری توی روم. نه اینجا زیاد هم داریم اتفاقا، نگه مثلا اکثریت روی 3,500 توپ میزنه 2 خوابه، 3,500 4، ولی 7 و 8 هم زیاد داریم که مثلا اگر ویو خوب داشته باشه. مثلا من این خونه که اجاره کرده بودم چون 10 سال پیش 15 سال پیش 3,500 میدادم. بهترین منطقه ونکوور رو چرا میتونی یه خونه بخری الان توی؟ بهترین خونه تو الان بخوای بخری دور 40 میلیون. 40 میلیون؟ 20 تا 40 میلیون خونه میتونی بخری که مثلا واو خونه خوب. چقدر گرونه اونجا. خونه خوب 7 میلیون تا 15 میلیونه. خونه معمولی که مال من حساب بشه 1.5 میلیون تا 4 میلیونه. بهترین خونه تو روم با 1 تومن دیگه نهایت، خیلی پر. نه بابا خیلی پر. والا این خونه که الان من توش، ببین چقدر قیمتش. امروز از صاحبخونه پرسیدم، اومد پرده مرده داشت دست میکرد، بعد گفت این رو دیگه صحبت کردم این خونه چقدره الان من بخوام بخرم و اینا. و اینو من خریدم 100,000 تا. نه آره اونم دمت گرم. یه بری خرج داره، خیلی خرج کردم. چقدر خرج؟ گفت 20,000 تا. بوده ولی با 120 تا جمع شد یه خونه 2 خوابه واسه خود، قشنگ نوسازی کرده خونه رو، بازسازی کرده. اصلا تو ذهن ایتالیایی خیلیه، مثلا 20,000 تا مثلا من هزینه کردم فلان. خیلی خوبه که این خونه. آره گرونه خونه تو روم گرونه. بابا جیبمون چی گرونه. من خونه 40-50 هزار تا هم دیدم اینجا. نه اینجا دیگه سگدونی پیدا کنی، یعنی سگدونی که نه منظورم سگدونی یعنی خونه خیلی کوچیک، محل خیلی آشغال، یه خوابه 550,000 دلار. یعنی دیگه 550 اینه که نه بابا مگه میشه با 550 خونه خرید؟ اینجوریه. یه 4-5 تا خونه تو ایتالیا بخر، تو هر شهر یه خونه برای خودت بخر. دیدی میام فکر بعید نیست. حالا میگم سال دیگه میام اونجا پیش دیپریو. آره بیا میام تو اتاق استراحت. حالا خودت کل خونه رو ما میذاریم میریم اصلا. هر چی میگم میام اونجا یه نگاه بکنیم، یه دیدی کردیم کش یه تا خونه میخریم، چرا که نه. ببین یه گیری که داره دیدی داستان چیه؟ باید ببینید چه گروه مهاجری وارد کشور هدف میشن. آجی کانادا آدمایی میرن که پول تو دستشونه، میدونی، یا مثلا واسه کار میرن، طرف اینقدر پول داره که ویزای توریستی میگیره، پا میشه میره کانادا، بعد میگه حالا اونجا میچرخم یه سال واسه خودم یه کاری پیدا کنم، حداقل 2-3 تومن، حداقل 2-3 تومن به خودش میاره. خب و اون تایپ آدم که وارد کانادا میشه با تایپ بچه‌ای که وارد ایتالیا میشن خیلی فرق داره. این بچه‌ای که میان تو ایتالیا دانشجوان، کل سرمایه طرف میگه چقدره؟ بگو یه عدد بگو. 4,000 دلار. دقیقاً 4,000 یورو، 5,000 یورو، 6,000 یورو. خب کسی که با 6,000 یورو میاد قرار سختی بکشه دیگه. قرار نیست مثلا بیاد اینجا اشغال کنه، از خوبیاش بگه. میاد اینجا زبان ایتالیایی کار بلد نیست، یعنی نمیتونه کار پیدا کنه با زبان انگلیسی. آره نهایتا مثلا 10-20% اونم دخترای خوشگل شاید بتونن کار پیدا کنن با زبان انگلیسی، بقیه ولمتر با زبان انگلیسی کار پیدا نمیکنه، باید بره ایتالیایی کار کنه، ایتالیاییشون هم ضعیفه، پول ندارن، بعد یه مدت دپ میشن. با لهجه حرف میزنی ایتالیایی مسخرت میکنن یا مثلا با تخت اصلا
قربون صدقات هم میرن، یعنی اصلا خوششون میاد اینطوریه که خیلی مردم مهربونی. من ندیدم، من اصلا واقعا بعضی وقتا شرمنده میشم انقدر حال میدن بهت. یعنی تو بری در یه مغازه بگی آقا من یه آدرس میخوام، طرف نمیدونم اونجا اینطوریه، طرف از مغازه میاد بیرون باهات تا یه جایی میاد راضی نبودم، میاد که اینجا آدرس تو رو نشون بده. مغازه از کسی که تو مغازه کار میکنه میگی این کجاست، میگه نمیدونم برو از اون بپرس. نه اینا خیلی مهربونن، هی دوست دارن کمکت کنم. مثلا اون اوایل که من اومده بودم مثلا غلط خلوص هم حرف میزدم، کلا تعطیل، و مثلا گفتن آفرین فلان چقدر خوب حرف میزنی و من خوشحال. آره بعد شب میرفتم کانادا اگه انگلیسی بد حرف بزنی همه کمکت میکنن، سعی میکنن بفهمن چی میگی. مثلا اگه یکی به من بگه I'm going tomorrow، میگم ها I'm going tomorrow، من میگم چی میگی؟ دفعه سوم که میگه من احساس بد میکنم که 3 بار ازش پرسیدم، نمیگم که درست حرف بزن دیگه، I'm coming tomorrow چه بگو I'm coming، درست بگو، لغتو بگو دیگه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ اینجوری نیست، همیشه میگه خاک بستم که من نتونستم اینو بفهمم دیگه I'm coming tomorrow چی داشت میگفت؟ معلومه داشت میگفت I'm coming tomorrow دیگه، چرا خنگی سوه. آره. این فیلینگشه. ولی آمریکا کاملا اونوریه. آمریکا من از اونجا وارد میشم اولین چیزی که من میگن لهجت مال کجاست؟ آقا من 25 سال اینجام، لهجه من تأثیری تو کانورسیشن ما نداره. هیچ چیزی نیست که من بگم تو نفهمی، تو بگی من نفهمم. چی کار داری من دارم با تو مشهدی حرف میزنم؟ من اونم از تو میپرسم که آقا بستنی فروشی کجاست؟ تو چرا باید جواب من باشه که لهجت مال کجاست، که من اونجا سریع بفهمونه که من میدونم تو مال اینجا نیستی، من میدونم تو به خوبی من انگلیسی حرف نمیزنی. تو چشت. آره این خیلی تو آمریکا اینو سریع میبینی، بعد هیچ منطقی هم ازش میپرسی چرا میپرسی جواب نره بده. مثلا به من میگه لهجت مال کجاست، میگم چرا همینجوری گفتم کجاست، میگم چه سویی داره واسه تو این سوال الان؟ چیکار میخوای بکنی با لهجه من افغانی ام، به تو چه؟ بعد یا ببخشید همینجوری پرسیدم. جزء کالچرشونه. آره کالچرشونه که فقط برینن به مردم چپ و راست، یعنی فقط همش میخوان یه چیزی پیدا کنن که بگن او ما اینو توش برتریم. میگم دعیوس من 2 تا زبون بلدم، من زبونی حرف میزنم که تو میفهمی، من دارم به تو حال میدم نه تو به من حال میدی احمق. من یه زبون دیگه یاد گرفتم که تو رو بتونم شیفر کنم چی میخوام بگم. من زبون خودم بلد بودم اوردی. نه اینجا اصلا اینطوری. یارو گفتش که کجایی؟ گفتم ایرانی. میز پوکر بود تو کازینو. گفت کجایی؟ گفتم ایرانی. بعد گفت سلام. بعد گفت حال کردی؟ گفتم دود من تمام زبان تو رو حرف میزنم، تو یه سلام بلدی من بغل کنم؟ بعد اینجوری فکر کرد گفت شه من طورش اینجوری فکر نکردم، راست میگی یا چقدر من احمقم. گفتم تو یه سلام یاد گرفتی میخوای یه چاسی بیای جلوی ما، من تمام زبان تو رو یاد گرفتم بعد تو هنوز میرینی به من میگی لهجت مال کجاست؟ چقدر شما اصلا آمریکایی‌ها کلا ذاتشون کثیفه، کلا یعنی کلا بدجنسن. یعنی این شخصی که میبینی همه دارن جنگ را میندازن و میرن و یه کشور رو با خاک یکسان میکنن، تخمشون هم نیست. کلا کاراکترشون اینه، کلا دیپ داون خیلی بیرحمن و خیلی خودخواهن، فقط خودشون میدونن. تنها ایالتیش که یه خورده نرمه و عشق توش هست همین طرف غربه که میشه کالیفرنیا و واشنگتن. این 2 تا ایالتن که یه خورده نرمن، آدماش مهربونن و استایلشون یه خورده آدم حسابیه. اینا به پولم برمیگرده، اینا همه بازیای پولا، تیپ شخصیتی آدما رو عوض میکنه، فرهنگ اون رو عوض میکنه. به نظر من یعنی همه اینا تاثیر میذاره. هر چقدر بیشتر درگیر مادیات میشی، از اون طرف یه سری چیزای انسانی رو از دست میدی. نمیدونم قبول داری یا نه، ولی میره یه سری چیزا از تو میره. شاید مثلا برای همینه که هنوز مردم ایتالیا اینطوری نشدن، چون درگیر مادیات نیستن اصلا. کلا مثلا شما استارباکس هم نتونست اونجا دووم بیاره. چون مثلا اینجا اگه تو میخوای اینجا ببین مثلا وقتی میام اروپا اگر هر روز کافی بخورم، من نمیخورم حالا مثال، اگه من هر روز کافی بخورم، هر روز کافیمو از یه جای متفاوت میخورم. یعنی مثلا قشنگ مزه ها فرق داره، لیوان ها فرق داره، اندازه ها فرق داره، قیمت ها فرق داره. ولی توی آمریکا یا کافی نمیخوری یا اگه میخوری 3 نفرن که به تو کافی میفروشن، یا مکدونالد یا استارباکس یا تیم هورتونه. میفهمی چی میگم؟ حالا به جای مکدونالد میتونه ایندبلی باشه، به جای مثلا تیم هورتون میتونه مثلا لنز باشه، ولی همینن 6 نفرن نه 12 نفرن.
و تو آردی از اون در دارن یاداتشو بدت میاد. تو میگی اینو دوست دارم، اینو دوست دارم، اینو دوست دارم، این گرونه، این کمه. تو واسه یه دونه فقط برند وجود داره. بعد این خیلی واسه توی تورنتو که بودم هفته پیش من فکر می‌کردم آقا من خیلی دارم می‌خواد الان یه همبرگر امتحان کنم. دارم می‌خوام برم یه جا بشینم بیام یه دونه همبرگر برام بخورم. یه همبرگر می‌خوام امتحان کنم. این آپشن وجود نداره. چرا؟ چون یا باید بری مکدونالد، A&W، جایی که میدونی چی ان غذاشون، خوردی علاقه نری بری، هیجانی نری بری همبرگر امتحان کنیم چجوری درستش داره میکنه، یا یه غذا پیدا کنی زده همبرگر فروشی قزنفر. قزنفر حتما یه الاغی که اومده همبرگری زده. چون چرا بیا همبرگری بزنی وقتی که هر 150 متر نه هر 1.5 کیلومتر هر 2 قدم یه دونه از این فرانچایزی‌ها هستن؟ تو چرا الان یهو بیا بگیم اوکی مکدونالد 52,000 تا شعبه داره، 75 ساله داره بیزنس میکنه، منم بیام برم تو بیزنس ایشون. چه جوری تو میخوای این بازی رو ببری؟ از کدوم راه؟ مزه که نمیتونی، قیمت که نمیتونی، لوکیشن که نمیتونی، کیفیت تو یکی نگهداری که نمیتونی، شعبه که نمیتونی. چی داری وارد این بازی میشی؟ پس فقط نشونه یه الاغی از یه کشور جهان سومی اومدی گفتی بریم همبرگر بفروشیم، گوشت رو اینطوری میکنیم میپزیم. باید این باشه قاعدتا دیگه. 9 از 10 اینه. پس اگه من الان میخوام همبرگر بخورم 10 تا مغازه جلومه، یکیش مکدونالد که میدونم چیه، 9 تا دیگه مغازه‌های دیگه، قزنفر 1، قزنفر 2، قزنفر 3. من باید با منطقم بگم که پس احتمالاً 90% اینا چرت و پرت گوان، پس یکیشون غذاش خوبه. من چطوری میتونم الان برم با این درصد یکی از اون انتخاب کنم؟ شانسی که منم غذا بخورم میگم خب معلومه دیگه، رفتی پیش قزنفر داری غذا میخوری، می‌خواستی چی باشه؟ خب طبیعیه دیگه، آشغال بود، نونش بیات بود، سسشو یا زیاد یا کم زده بود، خیارشوشو گنده گذاشته بود، کاهو نذاشته بود، هر چی که هست آن تو کلی ایراد پیدا میکنی. طبیعیه. پس من هیچ علاقه ندارم من رستوران جدید امتحان کنم. میفهمی؟ یه طوفان کثیفیه که از دو طرف داره میخوره. اون شعبه‌هاش هی داره زیادتر میشه، قیمتش داره میره پایین‌تر، نمیذاره قزنفر بیاد بالا. منم هر دفعه رفتم پیش قزنفر انقدر بد بوده اومدم میگم خدا مادر سگ چرا میری پیش قزنفر وقتی مکدونالد اون ور خیابونه، برگر کینگ ور خیابونه؟ برو اینو بخور دیگه. اگه هوس که گشنته حالا نمیخواد بری غذا پیدا کنی، شانس چیه که تو این خوبه رو پیدا کنی؟ میفهمی؟ من دیگه نمیرم پیش قزنفر. پس همه هی داره کوچیک‌تر و کورپوریشن تر میشه، کورپوریشن هرچی بزرگتر میشه باید قانونشو بیشتر کنه که بتونه چیزاشو نگه داره. این شوخی نیست. تو 50 یارو یه مغازه داره توش گند در میاد، 52,000 تا مغازه مکشو کنی فرایز. یک بار من توی فسود سیب زمینی سوخته نگرفتم، یک بار سیب زمینی که کمتر پخته باشه نگرفتم، چه تو چین بوده، چه تو فرانسه، چه تو آلمان، چه تو کانادا. می چقدر قانون مندی باید سرش بشه که اینو بتونه به حقیقت برسونه. واسه همین دیگه تو میری اونجا، دنیا اینجا خیلی کثیفه، یعنی مثلا تو انتظار نداری هیچ کسی کمکت کنه. من فرهنگ خیلی فرق داره. اروپا هنوز عشق داره توش، آمریکا اصلا عشق وجود نداره. من اونم کانادا رفتم در همسایه‌مو زدم، گفتم آقا شکر داری؟ بعد یارو من نگاه کرد انگار مثلا دیوانه‌ام. گفت نه، درو بس رو. بعد همسایه اون یکی رو زدم، گفتم شکر داری؟ نه. در اون بس. گفتم نمیشه 2 نفر شکر نداشته باشن، پس اینجا نمیدم با آدم چیزیه. گفتم اوکی دیگه نمیپرسی. چرا چکش می‌خواستم. یه چکشو که دیگه ضربه به تو که نمیزنه، ما اینو میزنیم برش میگردیم دیگه. ما چکش داری؟ بعد یهو نه، عصبی‌تر از دفعه قبل که چه اولاغت چرا میاد از ما چیز میز می‌خوای تو؟ بعد فهمیدم که آقا اینجا نباید این کارو بکنی. تامین کننده این مگه؟ آره بگم پشمات دارید راجع به اینا. اما مامان که اومده، من به محض اینکه این خونه رو گرفتم 1 هفته بعدش ویزای مامان اومد و اوکی شد اومد اینجا. خب یعنی با من همزمان اومد تو این خونه. بعد این خونه داشت بازسازی میشد. صاحب خونه مثلا به من گفتش که آقا من خونه رو تو امرجنسی گرفتم، خیلی عجله‌ای بود، گفتم آقا سریع خونه رو بهم بده. هنوز تموم نشده. گفتم اوکی بده. گفت باشه بهت میدم، ولی مثلا من میام هی درست میکنم یه سری خورده ریزه خورده کارا رو. گفتم اوکی بیا. این هی به من زنگ میزد میگفتش که آقا مثلا من دارم میام، هستی؟ من میگفتم آره هستم یا نیستم، مثلا خودت برو. یه روز زنگ زد گفت هستی؟ بعد مامان مریض شده بود، کمرش شکسته بود و اینا. گفتم بذار اینجا بریم دنبال دوا دکتر، شاید بتونیم بهترش بکنیم. زنگ زد گفت هستی؟ نه من نیستم. گفتش که میتونم برم؟ گفتم برو آقا برو خونه خودت هر کاری می‌خوای بکنی بکن. بعد گفت کی میای حدودا؟
گفتم نمیدونم بابا اینجوری شده، من مامان اومد دنبال فیزیوتراپیم، نمیدونم تا کی طول میکشه. گفت باشه حل. قطع کرد. نیم ساعت بعد برای من شماره دکتر فرستاد. یه زنگ به این دکتره بزن ببین چطوریه. گفتم باشه دمت گرم. بعد دوباره 5 دقیقه بعد زنگ زد بهم. کجایی؟ گفتم بیرونیم. نه بیا خونه، ولش کن، نمیخواد تو بری دنبال دکتر، بیا خونه، من یه کاری اوکی کردم. اومدیم خونه، اونم اومد. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، من با یه دکتر صحبت کردم، ساعت 5 وقت گرفتم، میام دنبال تو، مامانو ببریم دکتر. اصلا اینجوری بودم که اصلا تو اصلا وظیفه‌ای نداری، اصلا میدونی درک نمی‌کردم این حجم محبتو. گفتم باشه دمت گرم دیگه، عشق است، بریم. اومد 5 رفتیم دکتر، با ما تو دکتر نشست تا تمام مثلا ویزیت و اینا انجام شد. دکتر نسخه داد، گفت اینو باید برید مثلا نسخه رو بگیرید. بعد من بهش گفتم که آقا خداحافظ شما، ما با مامان میریم مثلا نسخه رو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ پمن چی؟ من نمیفهمم. برو به خونه زندگی ده. نه با هم میریم، من ولتون نمیکنم که. بعد رفتیم دکتر، مثلا رفتیم داروخونه نسخه رو گرفتیم، بعد میرفتیم یه کارت طبی میگرفتیم. بعد من دیدم شرمنده میشدم. بهش گفتم میشه شما بری، ما میریم. آقا مسخره بازی نه، بشین تو ماشین. رفتیم کمربنده رو گرفتیم. حاجی انقدر محبت میکنن بهت که تو مثلا اینطوری اصلا احساس غربت نمیکنی. من واقعا اینجا اصلا احساس غریبی نمیکنم. یا مثلا بهم زنگ داد یه سری دیگه، مثلا دلم میخواد فرش ایرانی بگیرم واسه خونه. اومدم دم در. کجایی؟ بریم فرش بخریم. بازنشسته من بیکاره، هر سری من هستش، بریم با هم دیگه. اینا من با ماشین میام بریم دنبال. نه اینجا اصلا اینجا هیچ کسی بهت محبت نمیکنه. اینجا میگم تو مغازه تو مغازه کار میکنه، بهش میگی مثلا این کجاست، میگه من نمیدونم. میگه من مسئول لامپم، برو از مسئول لیوان بپرس. بعد میگی خب تو بعد الان به مسئول لیوان دیده بودم کلیپایی که آره اینو مسخره میکنن. یه آدم هستش که آمریکاه، دقیقاً همین چیزایی میشه که مثلا چیزا رو مسخره میکنن. ولی خب آره قشنگ همین رو ساخته. مثلا میره میگه من لامپ میخوام، میگه من مسئول آبم، برو از مسئول لامپ بپرس. میگه خب تو بگو دیگه، نه برو از اون باب بپرسی. آخرش پلیس میبردش. اینقدر درگیر میشه. نه مثلا وقتی طرف نمیکنم، من خودم میرم دنبالش میگم، چون میدونم اصلا هیچ کی اینجا واسه تو خیلی عشقو کشتن کامل. گفتم آقا همه چی قانونم به خاطر پوله، تموم شد، هیچ چیزی واسه مهم نیست. من الان زن داییم توی بیمارستان کار میکرد برای 20 سال پرستار. 20 سال یه مریض میارن هندی پیرمرد، این توف میکنه تو صورت زندایی من دستشو میذاره رو دهنش، یه توف نکن مرتی که چه مسخره بازیه. زندایی ما اخراج کردن از 20 سال. بعد میگه نشستم توی 2 ماه اول کارش نداشتن، گفتن برو 2 ماه بهت حقوق میدیم ولی نیا سر کار. بعد 2 ماه دعوتش میکنن، میگه که خدافظ. بعد میگه من 20 سال اینجا کار کردم، من 20 سال زیر دوربین شما دیدین من عالی بودم. یه دستم گفتم جای دهنه یارو داری منو میندازیم بیرون. یارو میگه ما 20 سال به قبل تو کاری نداریم، ما امروز تو کار داریم. تو شاید تو 20 سال عالی بودی، امروز دیوونه شدی. ما نمیتونیم بدیم تو امروز دیوونه شدی یا نه. و ما نمیخوایم اینو بفهمیم که تو رو نگه داریم بعد چی شدیم اوه دیوونه شده بود. ما به خاطر این 1% که تو شاید واقعا دیگه آدم قابل اعتمادی نیستی، ما تو رو میندازیم بیرون. آره میدونی هیچ نوع عشق و محبت یا بابا یارو 20 سال ما نمیتونیم کارو بکنیم، یارو پیرمرد بوده، مغزش به فنا بوده، دیوانه، اون یه دیوانه این کارو کرده، این دستشو گذاشته روی دهنه دیوانه که توف نکن. گور پدر دیوونه، ولش کن، بذار آدمو سیف کنیم. اصلا بگو انگار نه انگار انداختنش بیرون تموم. واسه میگم اینجا محبتی وجود نداره و محبت تو خونه خودت میتونی نگه داری با دوستای خودت، ولی وقتی میری بیرون فقط 0 و 1 میبینی. خیلی کامپیوتریه، اگر اشتباه بزنی همه باهات بدن، هیچ چیزی واسش مهم نیست که پوینت تو چیه، چرا داری یه کاری میکنی. همه چی بر رو قانون باشه و میگم قانونم پشتش پوله، که پول درست کسی که داره در میاره بره تو جیبش، ضرر نکنه و اگه میتونه تو بیشتر بگیره. ببین الان به نظر من مهمترین حسن ایتالیا واسه بچهای ایران همین داستان مهاجرت تحصیلی است.
یعنی حالا مثلا دیگه اینو دیگه خودشون باید بعدش تصمیم بگیرن که آقا دوست دارم مثلا بمونن تو این کشور یا برن آمریکا. میدونی مثلا من دوست ندارم واقعا برای زندگی، حالا چیزی که از دور دارم میبینم یا مثلا صحبتایی که با تو میکنم و بقیه میکنم این چیزا رو میشنوم، خب وایب من نیست. من حال نمیکنم توی همچین جامعه زندگی کنم که مثلا اسلحه رو کمر مردم. من حال نمیکنم، امنیت برام خیلی مهمه. یا مثلا اون جامعه یه دست خیلی برام مهمه. خب تو اروپا خیلی یه دست سر جامعه تا مثلا آمریکا اینجا هم هوملس هست ولی انقدر اونجا زیاده مثلا قشنگ اینجوریه، ولی اینجا مثلا یه ذره یه تولرانس کمی داره. و خب الان مثلا بچه‌ای که به من پیام میدن میگن آقا خوبه یا بده، میگن بابا تو باید بزنی از ایران بیرون، یعنی میخوای بزنی بیرون گزینه بهتری نداری. آقا بهترین گزینه اینجاست، بورس بهت میده، تحصیلت رایگانه، واسه هر مقطعی بخوای لیسانس، ارشد، دکترا پا میشی میای رو سرت میذارن، رو سر میذارنت و کلی بهت حال میدن. حالا بعدش آقا 2 سال اومد اینجا درستو خوندی، بعد دیگه از ایتالیا رفتن و آمریکا خیلی راحته. یعنی ما اصلا یه سری چیز داریم اینجا بهش میگن اوورسیز. خب یعنی شما حین تحصیل میتونی دانشجوی مهمان بشی آمریکا. من اصلا امسال زدم اینو و قبولم شدم، بعد یه سری داستانا پیش اومد بیخیال شدم نرفتم. خب دیگه چی میخوای دیگه وقتی همه چیز برات مهیاست استفاده کن. آره حالا بعد دوست داشتی مثلا کشورتو عوض کن. فقط اینم بگو پادکست رو تمام کنیم. قدم اول واسه اینکه یکی از ایران بره به ایتالیا باید چیکار کنه؟ بستگی داره واسه چه مقطعی بخواد بیاد. اگه بخواد بیاد واسه لیسانس باید دیپلم داشته باشه، یه آیلتس داشته باشه، همین مدارکش رو جمع جور کنه و آزمون ورودی داره، یا آزمون در حد سطوح دبیرستان اونو میده و میاد. بعد اپلای میکنه واسه دانشگاه ایتالیا، بعد بورس رو ثبت نام میکنه، بعد میره سفارت و ویزا میگیره میاد. خب ویزا ایتالیا هم خیلی راحته، 2 ماهه میاد تقریبا. چیز راحت الحلقومه. برای ارشد هم که بچه‌ها با لیسانس و بقیه مدارکاشون با همون مدرک زبان B2 یعنی یه آیلتس 6 به بالا کافیه، یه تافل 78 به بالا کافیه. اپلای میکنن، بورس رو میگیرن و سفارت و خداحافظ دیدن. حالا پروسه رو من خیلی خلاصه گفتم، ولی حالا دوست داشته باشن میتونن ببینن، تو چنل هستش ویدیوهای مختلف من راجعش ساختم. آقا مسیر مهاجرت به ایتالیا چطوریه، این دیگه با خودشونه دیگه. دم دیگه. خب برای عکس اگه کسی دیگه میخواد اطلاعات بیشتر بره چک بکنه ویدیو کاملو. اینم یه بحثای جالبی بود امروز، حال کردم. ایتالیا رو حتما قرار شد بس برم ببینم، ولی پول نمیبریم بیرون. دمتون گرم. چاکس.